سلام، به بهترین باشین. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه و با یه کتاب دیگه. کتابی که امروز میخوام براتون بخونم اسمش اثر مرکب هستش که از صفحه 40 میخوام براتون بخونم. شکرگزاری در طی سال. انگشت اتهام به سوی دیگران گرفتن کار سختی نیست، درست است. برای مثال افراد میگویند من به خاطر رئیس بداخلاقم در کار خود پیشرفت نمی‌کنم. اگر همکارانم زیرا من را نمی‌زدند و پشت سرم غیبت و بدگویی نمی‌کردند، آن ترفیع شغلی برای من بود. اخلاق بد همیشگی من به خاطر این است که کارهای فرزندانم من را به جنون می‌کشاند. زمانی که نوبت به روابط عاشقانه میرسد با همه توان سنگ تمام می‌گذاریم و همیشه طرف مقابل ما همان کسی است که باید تغییر کند. چندین سال پیش یکی از دوستان من از همسر خود شکایت میکرد. هرچند که به نظر من او بانوی فوق‌العاده و از همه نظر مناسب بود و دوستم بسیار خوش اقبال بود که چنین همسری داشت. این موضوع را مکرراً به وی گوشزد میکردم، اما او همچنان میگفت که همسرش باعث تمام بدبختی‌ها و بیچارگی‌های اوست. در این زمان بود که من تجربه‌هایی را با وی در میان گذاشتم که عیناً رابطه مشترک من را تغییر داد. سالیان گذشته در عید شکرگزاری تصمیم گرفتم برای همسرم یک دفترچه سپاسگزاری درست کنم. هر روز به مدت 1 سال تمام برای کارهایی که واقعا از وی ممنون بودم در دفترچه نوشتم. به طور مثال شیوه تعامل او با دوستانش و نحوه نگهداری از سگ خود و تمیز کردن خانه و درست کردن غذاهای خوشمزه و مدل موی زیبای وی در آن روز و هر چیز دیگر. من در جستجوی کارهایی بودم که همسرم با انجام آنها من را تحت تاثیر قرار میداد و یا دنبال صفات و خصوصیاتی بودم که همسرم داشت و من قدردان آن بودم. 1 سال تمام مخفیانه همه آنها را یادداشت کردم و در پایان سال یک دفترچه کاملا پر داشتم. سال بعد در عید شکرگزاری زمانی که دفترچه را به همسرم دادم، در حالی که اشک در چشمان او حلقه زده و سرازیر شده بود، به من میگفت که این دفترچه بهترین هدیه‌ای است که تا به امروز دریافت کرده است، حتی بهتر از آن ماشین BMW که به عنوان تولدش به وی هدیه داده بودم. قسمت جالب این بود که خودم هم از این هدیه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بودم. همه آن یادداشت‌های روزانه باعث شد روی جنبه‌های مثبت همسرم متمرکز شوم و آگاهانه دنبال تمام کارهای خوبی بودم که وی انجام میداد. این تمرکز قلبی من بر هر چیزی که ممکن بود از آن شکایت کنم چیره شد و بار دیگر با تمام وجود عاشق همسرم شدم، حتی شاید بیشتر از قبل، چون جای اینکه خصوصیات و ویژگی‌های آشکارش را ببینم، به ظرافت‌هایی که در وجود و رفتار او بود توجه کردم. سپاسگزاری، حق شناسی و نیت من برای پیدا کردن بهترین رفتار او چیزی بود که هر روز در قلب و چشمان من قرار گرفت و این موضوع باعث شد به شکل متفاوتی با همسرم برخورد کنم که البته متقابلاً او هم رفتاری متفاوت با من داشت و حتی موارد بیشتری در دفترچه سپاسگزاری داشتم. نهایتاً روزی 5 دقیقه و یا بیشتر برای نوشتن دلایلی که چرا از همسرم ممنون بودم زمان گذاشتم و ما یکی از بهترین سالهای ازدواج خود را تجربه کردیم و رابطه ما از آن زمان تا کنون بهتر هم شده است. بعد از اینکه تجربه‌ام را با دوستم در میان گذاشتم، او هم تصمیم گرفت تا یک دفترچه سپاسگزاری در مورد همسرش درست کند و در همان چند ماه اول رابطه مشترک آنها بهبود پیدا کرد. با این انتخاب که روی ویژگی‌های مثبت همسرش متمرکز شود و در پی آنها باشد. نظرش تغییر پیدا کرد و همین موجب تغییر رفتار او با همسرش شد. نتیجه این که همسرش در مورد طرز فکری که با او داشت انتخاب‌های متفاوتی کرد و این چرخه ادامه یافت و همان گونه که ما می‌دانیم مرکب شد. مسئولیت 100%. ما همه مردان و زنانی خودساخته هستیم. ولی باید بدونیم که فقط انسان‌های موفق از این ویژگی برخوردار هستند. وقتی 18 سالم بود در یک همایش با ایده مسئولیت پذیری شخصی آشنا شدم و این مفهوم زندگی من را کاملا تغییر داد. حتی اگر شما از بقیه مطالب این کتاب استفاده نکنید و تمرکز خود را بر روی این مفهوم بگذارید و به تمرین آن بپردازید، در مدت 2 تا 3 سال تغییرات خیلی بزرگی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد
و دوستان و آشنایان و خانواده شما به سختی شخصیت قبلی شما را به خاطر می‌آورند. در آن همایش سخنران از حضار پرسید: در یک رابطه عاشقانه شما چند درصد مسئول هستید؟ من که نوجوانی بیش نبودم، فکر می‌کردم در مورد عشق حقیقی خیلی می‌دانم. ناگهان و بدون هیچگونه فکری گفتم 50-50. برای من کاملا واضح و روشن بود. به نظرم هر دو طرف باید به شکل مساوی مسئولیت پذیر باشند و در غیر این صورت یکی از طرفین متضرر خواهد شد. شخص دیگری فریاد زد: 49-51. شما باید نسبت به طرف مقابل کار بیشتری انجام دهید، مگر نه اینکه روابط عاشقانه روی بخشش و گذشت بنا می شود. شخص دیگری با صدای بلند گفت: 80-20. استاد سمت تخته برگشت و با حروفی بزرگ روی آن نوشت 0-100 و گفت: شما باید 100% مسئولیت رابطه خویش را بر عهده بگیرید و در قبال آن انتظار دریافت هیچ چیزی را نداشته باشید. فقط زمانی یک رابطه عاشقانه مؤثر است که شما 100% مسئولیت آن را بر عهده بگیرید، وگرنه رابطه‌ای که بر مبنای شانس بنا شده باشد همیشه در معرض فاجعه و آسیب پذیر بودن است. این چیزی بود که من انتظارش را نداشتم، ولی به سرعت متوجه شدم این مفهوم چگونه زندگی من را متحول خواهد ساخت. اگر همیشه برای هر چیزی که تجربه می‌کنم 100% مسئولیت آن را بپذیرم، یعنی مسئولیت کامل همه انتخاب‌ها و رفتارهای خود را به عهده بگیرم. در این وضعیت قدرت در دستان خودم هست. همه چیز به خودم بستگی خواهد داشت و در مقابل هر کاری که انجام دادم و یا ندادم و طرز عکس‌العمل‌هایم به اتفاقاتی که برای من رخ دادن مسئول هستم. من می‌دانم که فکر می‌کنید مسئولیت زندگی خود را بر عهده دارید و باید این پرسش را از انسان‌هایی بکنم که نمی‌گویند البته که من مسئولیت زندگی خودم را بر عهده دارم. اما وقتی که به اعمال و رفتار بسیاری از مردم نگاه کنید، خواهید دید که انگشت اتهام به سمت دیگران نشانه می‌رود و آنها خود را قربانی می‌دانند و دیگران را نکوهش می‌کنند و از فرد دیگری و یا دولت انتظار دارند که مشکلاتشان را حل کند. اگر برای رسیدن به جای ترافیک را سرزنش کرده اید و یا گفتید حس و حال و حوصله ندارید، در این صورت شما هم مسئولیت 100% را نپذیرفته اید. دیر رسیده اید. زیرا که جلوی دستگاه پرینت صف طولانی بود، شاید شما نباید تا آخرین دقیقه منتظر می‌ماندید. همکار شما ارائه را به کل خراب کرد. آیا نباید خود شما پیش از آنکه ارائه را تحویل دهید دوباره آن را چک می‌کردید؟ با نوجوان غیرمنطقی خود رابطه دوستانه‌ای ندارید؟ کتاب‌ها و کلاس‌های بسیار خوبی وجود دارند که به شما یاد می‌دهند چگونه با این مسائل مواجه شوید. خب خیلی ممنونم که تا اینجا گوش دادین. حتما برام کتاب بعدی رو کامنت کنین. هر نظری هم داشتین حتما برام بنویسین.